نماز نوافل، نوافل جمع نافله، یعنی نمازی که از فرض اضافه خوانده میشه. نماز اضافی، نمازی که واجب نیست، فرض نیست، اما اضافه از فرض خوانده میشه و به این انسان اجر میگیره. و بیان کردیم که در روز قیامت این عوض قرار میگیره یا جبیره قرار میگیره برای فرضی که فرایزی که دو نقصانات آمده، نماز نوافل جبیره برای از او قرار میگیره. نماز نوافل انواع زیاده داره. از جمله نوافل سنت های مؤکده، یعنی سنت های رواتب، سنت هایی که در وقت نمازهای فرضی مرتب خوانده میشه، یا قبل از فرض یا بعد از فرض، که مجموع از آنها 12 رکعت، که 2 رکعت قبل از نماز فرض فجر خوانده میشه، 4 رکعت قبل از فرض پیشین و 2 رکعت هم بعد از فرض پیشین و 2 رکعت بعد از نماز مغرب، فرض مغرب، و بعد 2 رکعت هم بعد از فرض عشاء. اینها را نمازهای سنت‌های رواتب میگن که تعلق به وقت نمازهای فرضی داره. و از جمله نمازهای نفلی همچنان نماز ضحا، چاشت، این هم از جمله نمازهای نفلی است. و نماز تحیه وضو 2 رکعت که وضو میگیره انسان، تحیه وضو 2 رکعت میخوانه، این هم از جمله نوافل است. و همچنان تحیه مسجد، این هم از جمله نوافل است. و نماز شب، تهجد، قیام اللیل و غیره که رسول الله صلی الله علیه وسلم، یا نماز تراویح، همه از اینها از جمله نمازهای نوافل است که نماز شب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که دو رکعت است. یعنی 2 رکعت، بعضیا تعداد چه گفتن، در بعضی روایات حضرت عایشه میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم در رمضان و غیر رمضان از 11 رکعت بالا نمیخواندن، 3 رکعت وتر و 8 رکعت دیگر هم نوافل. و وتر خودش هم بعضی علما واجب میگن، وتر واجب نیست، هم از جمله نوافل است. چون وتر درست است که انسان بالای مرکب ادا کنه. یکی از خصوصیات نماز نوافل میشه که انسان میتونه او را بالای مرکب ادا کنه، اما فرض نخیر. فرض باید در وقت نماز پایین شوه و نماز فرض در زمین ادا کنه، الا اوقات خاصی که و مثل کشتی و حالات خاصی در طیاره که سفری طولانی بوده باشه، اوقات نماز از پیش کاملا فوت شوه، علما در اون صورت باز فرض درست میدانند که در طیاره یا کشتی اینها خوانده شود. این را گفته میشه نماز نوافل.